اگر باشه که در دوام حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن کافر و منافق باشه، میگه که از همین سوال ها سوال میشه من رب و ما دین و من نبی، میگه که ها لا ادری، میگه که نمیدونم، حیران میمونم چیزی که مردم میگفتن من میگفتم. ملائکه میگن که لا تردیت لا دریت و لا تلیت، تو باور نمیکردی، تو فکر نکرده بودی، برای آن قیموز نمیدونی. انا او را میگن ملائکه عذاب، در بعضی روایات میگه گماشته میکنند، در دستش پتک یا که با اصطلاح حاضران میگن کوالی آهنی میزنه، خاکستر میگرده، باز زنده میکنه، با میزنه، تو روز قیامت عذابه. در بعضی حدیث های دیگر آمده است میگه که برای او ملائکه عذاب که مار زهرناک که هم خیلی زهر قاتل دارد که اگر در مشرق زمین اگر بشکد در روی زمین، در مغرب زمین از کثافتی او زهره یگان گیاه نمیروید. خلاصه همین خیلی عذاب هر روز هست، هر روز میگذن، با خاکستر میگردن، با هست. همین خبرها با تفصیل در حدیث های صحیح حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده، لیکن متاسفانه اهل بدعت این حقیقت رو نمیبینن و اونها رو خداوند جل و علا کور کرده که چشمشون حقیقت نمیشناسن و میگن که اینها این وقتی که انسان مر دیگه او عقل نداره، تفکر نداره، او هیچ نمیدونه. ظاهرهای حدیث و ظاهر احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعبیل های باطل میکنن، عبارت از همین سبب گمراهیشان. انا در اصول عقیده چی است؟ انا همین است که در عقیده پیغمبر و صحابه اونها چیکار کردن؟ خلاف کردن و مردم رو خودشون گمراه شدن و دیگران را گمراه کردن. در همین اصول اهل بدعت اساسی سببشون گمراهیشون همیه که اصل میگه در محور دین، میگه چیه؟ در شناخت محور دین چی میگه؟ عقل. ما علمای اهل سنت و جماعت میگن که محور در شناخت دین قرآن و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و عقل سببه. برای همین اونها گمراه شدن و دیگران را گمراه کردن و در اصول عقیده گمراه شدن. برای همین حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب فقه اکبرش این تفصیلات یک یک بیان کردگیان و بعد او تمام علمای اهل سنت و جماعت که چه حضرت امام ابی یوسف، امام محمد، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و امام طحاوی رحمت الله علیه و دیگر بزرگان اهل سنت و جماعت در کتاب تابع شدند، بلکه رواج دادن، تحقیق کردن. فقه اکبر کتابش 13 تا شرح داره، شارحاش همه حنفی مذهب نیستن، بلکه همش دیگر مذهب ها در شافعی مذهب، حنبلی مذهب و دیگر مذهب در شرح ها نوشتن. یگام جای شرح شدن نگفتن که حضرت امام اعظم در همین متن در همین جا غلط کرده، گفت این خیلی نیست، این خیلی، بلکه همشون رواج دادن، قوت دادن، گفتن سخن حضرت امام اعظم در اینجا گفتگیش موافق همین آیات و موافق همین حدیث است. و علاوه بر این حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه کتاب متن عقیده طحاویه که در بیان عقیده اهل سنت و جماعت است، 105 عقیده اهل سنت و جماعت در اون کتاب جمع آوری کردن. در اول همون کتابش خودشون گفتن که هر چیزی که من در این کتاب جمع آوری کردگیم عقیده حضرت امام اعظم و شاگردانش میباشد گفته بیان کردگی. متاسفانه از بعضی برادرهای کم آگاه، از بعضی برادرهایی که از این اصل بیخبر هستند میشنویم که حضرت امام اعظم تحقیر میکنن، گویا حضرت امام اعظم حدیث نمیدونست، گویا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عقل را ای همه بالا میدونست، ای اجتهاد بالا میدونست. گفته چی میکنن؟ بسیار گمراه شدگیان و حقیقت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه نشناختن، عمیق کردن. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب خودش، در مذهب خودش، حتی حدیث ضعیف از اجتهاد خود بالا میدونه. مثلا قهقه تورات میشکنه، نماز فاسد میشه، گفته دیگر اماما قبول ندارن. یا حضرت امام اعظم رحمت الله علیه با وجود حدیث ضعیف حدیث ثابت شده قبول دارن و در مذهبش قرار داده. ولی هم هیچ وقت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ای اجتهاد از حدیث سخن حضرت پیغمبر بالا هیچ وقت ای حدیث بالا نمیدونستند، چون که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خودشون هم در مکالمه‌شون گفتن تا اگه میگویی او که من قرآن با قرآن مراجعت میکنم یا مسئله شوه، گفتن اگر نیوی چی گو به سنت حضرت پیغمبر مراجعت میکنم، اگر نیوی چی با حدیث های حضرت پیغمبر مراجعت میکنم، بعد نیافتی چی گو ایگان قول صحابه مراجعت میکنم میگیرم، اگر نیافتی گفت که اشهدوا برأیی. بعد گفتن که من وقتی که زمان تابعین که اومد من
هم رجال و نحن رجال، گفتن اونها مرد هستند ما مردم. بعد به اجتهاد خودم به قدر دانش و وسعی که دارم کوشش میکنم با مسئله را از آیات های قرآنی و احادیث حضرت پیغمبر استنباط میکنم. گفتن خودشون اقرار کردن. برای همون اصول عقیده مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عبارت از همین چیزهاست که قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس، استحسان، قول صحابه، عرف، انا از همینا عبارت است که 7 است. درست بعضی او عزیزی که بالا گفته بودن که عبارت اصول عقیده از همینا عبارت است. اهل سنت و جماعت کی هستند؟ ما گفتیم که اهل سنت و جماعت انا همین انسان ها هستند که در همین اصولی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه که اساس گذاری اصول عقیده اهل سنت و جماعت همین است که همه امام ها این اقرار کردند و همین رو در همین اصول یگان جشته خلاف نکردند. ظاهر احادیث حضرت پیغمبر و ظاهر قرآن را بدون تعویل های باطل قبول کردند. اینها را اهل سنت و جماعت میگن. اهل بدعت اما این انسان های میگه که در همین اصول چیکار کردند؟ خلاف کردند. در همین اصول خلاف کردند، از جمله در رویت خلاف کردند، در جمله عالم برزخ خلاف کردند. افعال بندگان ما گفتیم مخلوق خدا است، کسب بندگان است. معتزله ها میگن که اینه غیر از خدا دیگر خالق وجود داره که او را چی میگن؟ او بندگان خالق افعال خودشون گفته. اونها معتزله ها دعوا میکنن که خالق افعال خودشون همون چی هستند؟ همون بندگان هستند. که علمای اهل سنت و جماعت دلیل میکنن. خداوند جل و علا در سوره صافات آیه 96 میگوید استعیذ بالله والله خلقکم و ما تعملون. خدا شما را خلق کرد، از عملی که میکنید خالقش خداست، بلکه شما سبب کاسبش گفته بیان کردن. برای هم علمای اهل سنت و جماعت بیان میکنه که توحید 3 چیز: توحید در خالقیت، توحید در معبودیت، توحید در واجب الوجود. توحید در خالقیت که غیر از خدا دیگر خالقی وجود نداره، غیر از خدا دیگر ذات خالقی شده نمیتواند، بلکه فقط خالق تنها خداست، رازق تنها فقط خداست و معبود تنها از خداست که غیر از خدا دیگر تمام انواع عبادت خاصه خداست، غیر از او دیگر معبود وجود نداره و واجب الوجود هم تنها خودشه. واجب الوجود چی است؟ وجودش از خودش است، ابتدا و انتها نداره. این صفت در غیر خداوند جل و علا نیست. اصلا موجودات 2 چیزه: واجب الوجود و جایز الوجود. واجب الوجود فقط خداوند جل و علا خود و جایز الوجود چی است؟ دیگر مخلوقات الهی همه جایز الوجود. جایز الوجود چی میگن؟ که وجودش ابتدا داره و وجودش انتها داره. یک روز نه یک روز، وقتی کدام وقتی که اراده خدا را برای شیدنش میشود و کدام وقتی که اراده خدا برای نشیدنش بروه نیست میشود. لذا خداوند جل و علا خودش میگه استعیذ بالله اذا اراد الله امرا یقول له کن فیکون. لبای الو سلام علیکم. و علیکم السلام. دونجا سوال داشتم. میشنوم. همین آیا میان ایمان و اسلام یکان فرقیتی هست یا اینکه نه؟ همین هم نخواستم با تفصیل سلامت باشی. سلامت باشی. فرق میان ایمان و اسلام. بله. خب سلامت. خب ان شاء الله. بالاتر ده یک سوال دیگه بود. گفتن که اهل سنت و جماعت، علمای اهل سنت و جماعت در باب عقیده چی است؟ همه یک عقیده دارند. این 4 مذهب فقط در چی؟ مذهب حضرت حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی فقط در فروع، در عقیده یک عقیده دارند و 2 پیشوا دارند که یکی حضرت امام ماتریدی و یکی حضرت ابوالحسن اشعری. بالاتر در سوال شد که جریان‌های اهل سنت و جماعت عبارت از کیها هستند؟ جریان‌های اعتقادی اهل سنت و جماعت عبارت از ماتریدی ها و اشعری هاست. حضرت علامه تاش کبرازاده در کتاب مفتاح سعادتش بیان میکند که بدان که رئیس اهل کلام 2 شخصیتی معروفند، یکی حنفی مذهب و دیگری شافعی مذهب. اما اون که حنفی مذهب است امام الهدا شیخ ابو منصور محمد ابن محمد ابن محمود ماتریدی رحمت الله علیه که سال تولد چون در علما اختلاف دارند، بعضی علما میگن 238، بعضی علما میگن 238، دیگه سال وفاتشون همه اتفاق دارن 333 هجری وفات کردگیان که حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی که حنفی مذهبه
اما اون که شافعی مذهب است امام المتکلمین شیخ ابو منصوری ابوالحسن اشعری بصری است. نگفتن امانت که نسبنامه حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی با صحابه جلیل حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و میزبان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره با حضرت ابو ایوب انصاری میرسه و نسبنامه حضرت ابو موسی اشعری با صحابه جلیل حضرت پیغمبر و حضرت ابو موسی اشعری میرسد که اون کسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زمان خودش گفتن که حضرت ابو موسی داوود امت من است. از جهت چی؟ حسن صوتش. حضرت داوود علیه السلام بسیار میگن حسن صوت، بسیار صوت خوشرو داشتن، زیبا داشتن. حتی وقتی که او زبور رو تلاوت میکرد بعضی انسان ها از حلاوت و شیرینی سخن او جان تسلیم میکردن. حتی پرنده ها، حیوان ها ساکت قرار میگرفت. و حضرت ابو موسی اشعری را که یک روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرائتش شنیدن و گفتن تلاوت کن در نزد من فلان سوره را. وقتی که حضرت ابو موسی اشعری تلاوت کرد، حضرت ابو موسی اول گفت که یا رسول الله با شما نازل شده چه من قرائت کنم؟ من گفت دوست می‌دارم که از تو من بشنوم. که وقتی که شنید گفت داوود امت منی، یک جزء آواز حضرت داوود به تو عطا کرده شده. گفته حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم داوود امت من گفته بیان کردن. محترم عزیزان، که همچنان که بعضی انسان‌هایی که امروز از بعضی برادرای عزیز میشنویم گویان که در طعنه میزنن در حق این امام‌های بزرگ، اینها غلط میکنن، خطا میکنن، خطا یافتگیان که امروز در عالم اسلام 2 میلیارد انسان ها زندگی میکنن، مسلمان ها 1,900,000,000شون همه امامی بزرگوار باور دارن، اعتقاد دارن، همچون پیشوا اعتقاد دارن. از جمله که علمای عصر که حضرت کوثری رحمت الله علیه در کتابش بیان میکنه که علمای اهل سنت و جماعت در علم کلام 2 راهبر، 2 رئیس دارن که 2 قطب زمانه، یکی حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی، یکی حضرت امام شیخ ابوالحسن اشعری گفتند. و حضرت ابن عابدین که ابن عابدین رحمت الله علیه یکی از جمله علمای برجسته مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. این که در کتابشون بیان میکنه که من فخر میکنم در عقیده حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی. که حالا برادرها برای مغالطه دختن میگه شما در مذهب حنفیین، در عقیده ماتریدی گفتن مردم مغالطه را میندازن، نشان میدن گویا که عقیده امام ماتریدی با عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ضد باشه. هرگز ضد نیستن. در اصول عقیده یگان جدا حضرت امام شیخ ابو منصور ماتریدی با حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خلاف کردگی نیست. فقط در بعض مسئله های جزئی تقاضای زمان همون وقت تقاضا میکرد، در بعض مسئله های جزئی از روش استدلال حضرت امام اعظم رحمت الله علیه دیگه جا رفتگیه. لیکن در عقیده همون عقیده حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. چرا که وقتی که در دوره این حضرت ها عالم اسلام توسعه یافت، انسان در اسلام انسان‌هایی که در مثال از دیگر معلومات ها از فلسفه، از منطق که اینها مسلح شدگی بودن، علم های عقلگرایی مسلح بودن، میدونستن، متخصص بودن، اینها فقط آیات قرآن و احادیث حضرت پیغمبر را اکتفا نمی‌کردند که همچنانی که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در دوره خودشون اکتفا می‌کردند. یک از وقتی که ضرورت واقع شد اینها همون علم عقلگرایی، علم منطق فلسفه را یاد گرفتند در مقابل همون انسان‌هایی که از منطق فلسفه استدلال می‌کردند، دلیل‌های عقلی قطعی دلیل‌ها آوردن، علاوه بر این با دلیل‌های نقلی مردم را در عقیده صافی سلف صالحین استوار نمودن و حفظ نمودن عقیده سلف صالحین را. اینها خدمت‌هایی که حضرت امام ماتریدی و حضرت ابوالحسن اشعری بسیار خدمت‌های شایان کردگی‌اند. در باب عقیده کتاب توحید نوشتگی‌اند، در تفسیر تأویلات اهل سنت نوشتگی‌اند که اگر یک بار به انصاف هم اگر مطالعه کنند خودشان قضاوت میکنند، میفهمند که اینها خیلی ذات هستند. این عنوان ما نمونده. در همون زمانی که اوها بزرگا زندگی کردن، همون زمان در آیا دانشمند نبود؟ آیا محدث، مفسر، آیا چنین همون میدونستگی، حدیث میدونستگی یا تفسیر میدونستگی یا مذهب میدونستگی انسان ها نبودن؟ بودن. همونها لقب گذاشتن امام الهدا، پیشوان هدایت یافته شدگان. و حضرت ابوالحسن اشعری امام المتکلمین، انسان هایی که در باب عقیده بحث میکنن پیشوای اونها گفتن، اونها نام کردن، ما نام نگذاشتیم. این لقب ها را
در زمان خودشون در عصر خودشون که حضرت ابوالحسن اشعری و حضرت امام ماتریدی رحمت الله علیه در یک زمان گذشتگی‌اند که همه اصلا، لیکن اون کس در بصره، این کس در ماورای نهر گذشتن. او وقت رنگ زمان حاضره تکنولوژی و مثال اینترنت نیافته بودن، تلفنی خطی نمیگفتن که ای شیخ تو همین مسئله ده چی میگویی، این مسئله ده چی میگویی، بلکه خودشون با سویه علمی که داشتن اوها در اسلام خدمت کردن، در مقابل قرامیده ها، در مقابل اهل کتاب، در مقابل روافض دلیل هاشون استدلالاشون بیان کردن و اونها را آدم های مخالف ملزوم کردن و در اسلام خدمت کردن. برای همون بزرگوار امام الهدا گفتن او شخصیت ها همزمان اونها خودشون نامیدن، همزمان بودن. اینها حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه که 321 ای عالم گذشتگی، حضرت ابوالحسن اشعری 324 260 ای هجری تولد شدگی، حضرت 321 هجری ای عالم گذشتگی همزمان بودن. حضرت ابوالحسن اشعری در بصره، حضرت امام طحاوی در مصر، حضرت امام شیخ ابو منصور ماتریدی در ماورای نهر، اینها در اسلام خدمت کردند. بعد علما تالیفات اینها را، خدمت های اینها را مشاهده کردند، جمع آوری کردند. در یگان جا در اصول عقیده با حضرت امام اعظم اختلاف کردگی نیستند، بلکه همشون در اصول عقیده اهل سنت و جماعت یگند و پیروی کردن همون رو. زیرا حضرت امام اعظم رحمت الله استادش بعد 3-4 استاد سند علمیش به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد. برای همین علم حضرت امام اعظم زلزله تلوگی میگن. سند علمی حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی بعد 7 استاد به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسد که حضرت ابوبکر جزجانی استادشون، اون کس شاگرد حضرت ابو سلیمان جزجانی، ابو سلیمان جزجانی شاگرد حضرت امام محمد رحمت الله علیه است که امام محمد به واسطه شاگرد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه و استاد حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میگوشن که حضرت امام شافعی رحمت الله علیه خودشون گفتن که من در زمان خودش از استادم عالمتر ندیدم که اون کس حضرت امام محمد رحمت الله علیه وصف کردن. برای همون 4 مذهب اهل سنت و جماعت، صاحبای 4 مذهب اهل سنت و جماعت غیر از حضرت امام مالک اینها در قربانشون استادی شاگردی دارن که حضرت امام شافعی شاگرد حضرت امام محمد، امام محمد شاگرد حضرت امام اعظم، حضرت امام احمد ابن حنبل شاگرد حضرت امام شافعی رحمت الله علیه است. در بعضی کتاب‌ها حضرت امام مالک به اعتباری که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در کتاب حدیث کتاب الآثار نوشتگی که برنامه 40,000 حدیث قدیم جمع آوری کردگی که به قلم حضرت امام یوسف به قلم حضرت امام محمد رحمت الله علیه کتاب الآثار میگه که امروز مسند حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته مشهورن که اون کس حضرت امام اعظم رحمت الله علیه حدیث هایی که درباره طهارت رسیدگی بود بعد در او طهارت ابو فصل ها جدا کرد، فصل چا، فصل تیمم، فصل مثال حیض و نفاس و طاهر شی، همون در این باره چه حدیث ها جمع آوری کرده بود، جمع آوری شده بود، او را گفته اومدن استدلال کردن و بعد کتاب صلات، بعد کتاب زکات و هم خیلی بردن. بعد حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در علم حدیث حضرت امام مولی رحمت الله علیه کتاب موطأ خودشون نوشت که پیروی به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه کردن که اون کسا که حدیث هایی که درباره طهارت رسیدگی بود در همون باب ها رسیدگی بود او را هم خیلی باب ها کردن. بعد در کتاب صلات به حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تقلید کردن. برای همون بعضی سرچشمه آدم همین خیلی میگویم اگر یک بار به انصاف همون انسان هایی که درباره حضرت امام اعظم رحمت الله علیه طعنه میزنن و گپ های ناسزا میزنن یک بار به انصاف به تعریف به کتاب ها نگاه کنن که بزرگا همزمان های اونها حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه که اون کس از جمله تابعین بودن، امیرالمومنین در علم حدیث بودن، اون کس میگفتن که وقتی که با زمان اجتهاد بود، وقتی که حضرت امام اعظم می اومد اجتهادش بیان میکرد ما حق برای ما رنگ ظاهر میشد. گفتن خودشان اقرار کردن حضرت سفیان عینه و دیگر بزرگا، حتی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، حضرت امام مالک رحمت الله علیه میگه استادشون بودن. باز پرسیدن که من حضرت امام اعظم رحمت الله نشناسی؟ گفت چی خیلی؟ گفت میشناسم، اون شخصیتی است که اگر یک کتاب قاقه اگر باشه طلا بگه اثبات میکنه. حضرت عبدالله مبارک رحمت الله علیه که هم شاگرد حضرت امام اعظم هم شاگرد حضرت امام مالک، حضرت عبدالله مبارک استاد حضرت امام بخاری رحمت الله علیه است که حضرت عبدالله مبارک که خودشون میگه که اگر دو شخصیت نمیگود من دیگر رنگ دیگر آدم ها
گمراه میموند. گفتن این کس میگه که من صحبت حضرت امام اعظم رحمت الله قطعی حضرت ام مولک در مدینه منوره بودم، وقتی که حضرت ام مولک وقتی حضرت امام اعظم میگه که زیاده از 3 ساعت طولانی کشید، وقتی میگه برآمد حضرت امام اعظم گسل میکرد، تمام لباس های حضرت مولک رحمت الله علیه تر شده بودند از هیبت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. خود حضرت امام عبدالله بن مبارک چون بیان میکنند. برای اما علما میگویند که خدمت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در دین چیست؟ میگویند خدمت حضرت امام اعظم در دین مثل حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه است. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه را که مسلمان ها را در قرآن یگانه جمع آوری کرده باشد، حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مردم را مسلمانان را در عقیده حضرت پیغمبر و صحابه جمع آوری کردگی.